به نام خدا، علی حسینی هستم، مدرس رشته معماری. مبحث این جلسه از درس متر و برآورد سقف سبک بتونی. اول از همه این رو باید بدونیم که سقف‌های متعددی وجود دارن که در دسته سقف‌های سبک قرار میگیرن. اما اون چیزی که این ویدیو آموزشی میخوایم بررسی بکنیم سقف سبک بتونی هستش. سقف سبک بتونی یعنی سقف تیرچه بلوک. سقف‌های تیرچه بلوک از دو عضو اصلی تشکیل میشن، یعنی اعضای باربر و اعضای پرکننده. اعضای باربر اعضایی هستند که بتونن نیروهای وارده رو تحمل و کنترل بکنن که در سقف‌های بتونی این وظیفه رو تیرچه‌ها انجام میدن. این تصویری که می‌بینید نمونه از تیرچه هست. از سقف‌های تیرچه بلوک استفاده میشه. به این ترتیب هستش که از یک سری آرماتورهایی استفاده میشه که این آرماتورهایی که به صورت خرپا اجرا شدن آرماتورهای ارضی هستند. آرماتوری که به صورت کاملا افقی محدوده بالا رو پوشش میده آرماتور بالایی هستش. دو تا آرماتور از انتهای بتون خارج شدن که حالا ممکن توی تصویر کمتر مشخص بشن. اینها آرماتورهای کششی هستن و این محدوده بتون هم که در قسمت پایین قرار داره به عنوان بتون پاشنه تیرچه هستش که قسمت داخلی این بتون همین سری میلگردهایی وجود دارن که به عنوان میلگردها یا آرماتورهای تقویتی شناخته میشن. این کل بدنه‌ای هستش که از تیرچه وجود داره. اما این سری اعضایی هستن به عنوان اعضای پرکننده که به عنوان بلوک‌های توخالی بتونی شناخته میشن که اینها هستش و خیلی رایج هست، و یا بلوک‌های سفالی هستن که هر دوی اونها به عنوان عضوهای پرکننده محدوده بین اعضای باربر رو پر میکنن تا در نهایت یک سقف به طور کامل اجرا بشه. هر دوی این دو نمونه قابل استفاده و به صورت خیلی رایج در دسترس هستن. اما چرا سقف‌های تیرچه بلوک خیلی کاربرد دارن؟ کاربرد زیاد این نوع سقف به دو دلیل هستش. یکی اینکه امکان استفاده از بتون‌های پیش ساخته رو به ما میده. ببینید ما توی هم بلوک‌های بتونی توخالی و هم بلوک‌های سفالی آجری امکان این رو داریم که هر دوی اونها رو به صورت پیش ساخته توی محل اجرای سقف داشته باشیم، یعنی از قبل آماده بکنیم و به محل کارگاه انتقال بدیم و ازشون استفاده بکنیم. این خودش باعث افزایش سرعت ساخت و در نتیجه باعث کاهش هزینه اجرای ساختمان میشه. و نکته دوم امکان استفاده از بتون درجاست، یعنی شما این امکان رو داری که در همون موقعیت ساختمان که میخوای اجرای سقف رو داشته باشی بتون مورد نظر رو استفاده بکنی و بتون ریزی در همون محل وجود داشته باشه و در نتیجه باز هم باعث افزایش سرعت ساخت و در نتیجه کاهش هزینه میشه. اما ما زمانی که میخوایم یک ضخامت سقف رو در نظر بگیریم از کدوم محدوده تا کدوم محدوده رو که اندازه بگیریم ضخامت سقف برای ما تعیین میشه؟ ما اگر از خط زیرین یا دقیقاً قسمت زیرین تیرچه، ببینید این خط پایین پایینی که تو تصویر وجود داره، تا سطح نهایی بتونی که روی سقف اجرا شده، ببینید از خط زیرین تیرچه تا سطح نهایی بتون اجرا شده توی سقف رو اگر به صورت عمودی اندازه بگیریم ضخامت سقف رو به دست آوردیم. پس یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر از خط زیرین یا قسمت زیرین تیرچه دقیقاً تا سطح نهایی بتون رو که روی سقف اجرا شده به صورت عمود اندازه بگیریم به ضخامت سقف رسیدیم. پس تمام قسمت تیرچه ها، بلوک ها و بتونی که اجرا شده همگی به صورت عمودی که اندازه گیری بشن جزو ضخامت سقف به حساب میاد. اما یک نکته رو من اینجا اشاره بکنم، تیرچه هایی رو که ما توی اسلاید اول نشون دادیم، این تیرچه به این ترتیب هستش که از دو سر باید روی یک تکیه‌گاه قرار میگیره. ببین الان تو این تصویر هم مشخصه، یعنی هم این سمت تیرچه ها و هم سمت دیگهش باید روی دو تا تکیه‌گاه قرار داشته باشه تا اونها بتونن توی موقعیت خودشون ایستایی داشته باشن. حالا این تکیه‌گاه ها باید چه شرایطی داشته باشن و هر کدوم چه شرایطی داشته باشن اندازه‌گیریشون به چه نحو انجام میشه؟ اگر این تکیه‌گاه تیرچه ها از تیر ساده یا تیر مرکب فلزی یا دیوار باربر بنایی باشن، یعنی این دو در واقع تکیه‌گاه هایی که قرار دو سر تیرچه باشه، اگر از هر کدوم از این سه مدل باشه اندازه‌گیری و پرداخت ما بر مبنای سطح کامل سقف انجام میشه. یعنی ما کل سطح کامل سقف رو در نظر میگیریم و زمانی هم که میخوایم اندازه‌گیری بکنیم مرز مبنای اندازه‌گیری سقف برای ما جدار خارجی بتون سقفه. این خیلی نکته مهمی هستش. اگر تکیه‌گاه تیرچه تیر ساده، تیر مرکب فلزی یا دیوار باربر بنایی باشه، اندازه‌گیری بر اساس سطح کامل سقف و مبنای اندازه‌گیری جداره خارجی بتونه.
قالب بندی هم که به طور کلی اصلا مربوط به دور سقف میشه و اون جداگانه محاسبه و پرداخت میکنیم. اگر هم شناژهای روی دیوارهای باربر وجود داشته باشه ما اونها رو به صورت پرداخت اضافه در نظر نمیگیریم. اما نکته بعدی تکیهگاه‌هایی هستن، یعنی تکیهگاه‌های تیرچه‌ای که تیر یا دیوار بتونی باشن، یعنی با تکیهگاه‌های قبلی متفاوت هستن. اگر به این صورت باشن اندازه‌گیری سقف بر اساس جدار داخلی تیر یا دیوار بتونی اتفاق میفته. پس تفاوت رو دقت بکنید. ما دو دسته تکیهگاه داشتیم. دسته اول اونهایی بودن که تیر ساده، تیر مرکب فلزی یا دیوار باربر بنایی باشن که در این صورت اندازه‌گیری بر اساس سطح کامل سقف و مبنای اندازه‌گیری جداره خارجی بتون هستش. اما اگر تکیهگاه تیرچه ما تیر یا دیوار بتونی باشه که در این صورت مبنای اندازه‌گیری سقف ما جدار داخلی تیر یا دیوار بتونیه. پس تفاوت توی جدار داخلی و خارجی بودن و نوع تکیهگاه‌ها خیلی مهم هستش. اما به طور کلی حالا چه جدار داخلی و چه جدار خارجی رو ما اندازه بگیریم، واحد اندازه‌گیری توی کارهای سقف سبک‌های بتونی بر اساس متر مربع انجام میشه. یعنی کلا ما اندازه‌گیری رو بر اساس متر مربع انجام میدیم. حالا یک مثالی هست که توی کتاب مطرح کرده، حالا من برای یادگیری بهتر اون رو توضیح میدم. گفتم مطلوب است محاسبه هزینه اجرای سقف سبک بتونی و قالب بندی شناژ افقی با استفاده از تخته نراد خارجی یک اتاق با دیوار باربر که فاصله پشت تا پشت دیوار 5 متر و عرض اتاق 3 متر. و توی پرانتز مطرح کردی که سقف اتاق با استفاده از تیرچ و بلوک توخالی بتونی و با ضخامت 30 سانتی متر اجرا شده. خب اول من مسئله رو همیشه باید برای خودمون آنالیز بکنیم، ببینیم چه چیزهایی رو از ما خواسته. توی صورت سوال به ما گفته هزینه اجرای سقف رو باید به دست بیاریم. گفته محاسبه هزینه اجرای سقف و هزینه قالب بندی. پس اول از همه این رو متوجه میشیم که سوال ما 2 قسمت داره و 2 قسمتش مربوط به 2 تا محاسبه هزینه متفاوت هستش که باید به صورت جداگانه اون رو انجام بدیم. یکی مربوط به هزینه اجرای سقف و یکی مربوط به هزینه قالب بندی هستش که ابعاد و اندازه ها هم تو صورت سوال به ما دادن. اما نکته بعدی چیه؟ در مورد این جدول هستش. ببینید این جدول از 2 ردیف تشکیل شده که متن این 2 تا جدول شبیه به هم هستش، اما تنها تفاوتشون در ضخامتی است که برای سقف تعیین کرده. اگر ضخامت سقف شما 30 سانتی متر باشه یک بهای واحد داریم و اگر ضخامت 25 سانتی متر باشه یک بهای واحد دیگه داریم. پس ما این نکته رو خیلی باید توجه بکنیم که توی صورت سوال به ما ضخامت سقف چه عددی داره. الان توی پرانتز توی این صورت سوال ضخامت سقف برای ما تعیین شده. گفته شده که سقف با ضخامت 30 سانتی متر. پس ما به محض اینکه دیدیم این ضخامت 30 سانتی متر هست متوجه میشیم که از ردیف اول این جدول باید استفاده بکنیم که ضخامت 30 سانتی متری داره. حالا ببینیم محاسبه به چه صورت اتفاق میفته. ما زمانی که تو صورت سوال ازمون هزینه اجرای سقف رو بخوان باید مساحت رو به دست بیاریم. همیشه هزینه اجرای سقف بر اساس مساحت هستش. پس همیشه ما برای اجرای سقف مساحت رو به دست میاریم. خب مساحت رو از کجا به دست میاریم؟ عددش رو توی صورت سوال به ما گفته بود دیگه. گفته بودن که در واقع یک اتاق با دیوار باربر که فاصله پشت تا پشت دیوار، پشت تا پشت یعنی دقیقاً داره قسمت طول دیوار رو برای ما مشخص میکنه 5 متر و عرض اتاق رو هم که گفته 3 متر. پس ما متوجه میشیم که طول و عرض اتاق ما 5/3 هستش. پس مساحت رو که میخوایم به دست بیاریم مساحت یک اتاق یا مساحت یک مستطیل طول ضرب در عرض هست دیگه. پس 5 ضرب در 3 میکنیم و 15 متر مربع در واقع مساحت اتاق رو به دست آوردیم. حالا مساحت رو که به دست آوردیم تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که هزینه رو مشخص بکنید و در اون عدد ضرب بکنید. ما مساحت رو چجوری به دست می آوردیم؟ گفتیم از جدول استفاده میکنیم و برای اینکه بدونیم از کدوم ردیف استفاده کنیم به صورت سوال و ضخامت سقف مشخص شده میپردازیم. گفته که شده سقف با ضخامت 30 سانتی متر. سقفی که ضخامت 30 سانتی متری داشته باشه هزینه‌اش چقدره؟ 81,000 ریال هستش.
پس ما اینجا 15 رو که به دست آوردیم ضرب در 81,000 ریال میکنیم و جواب رو به دست میاریم. توجه داشته باشین که عدد جدول ریال هستش، پس جواب ما هم حتما بر اساس ریال به دست میاد. این جوابی که ما به دست آوردیم هزینه اجرای سقف رو به دست آوردیم، یعنی ما تازه این مرحله اول مسئله رو حل کردیم، هزینه اجرای سقف سبک بتونی رو ما محاسبه کردیم. اما سوال ما دو قسمت داشت، یکی قالب بندی شناج افقی رو می‌خواست، یعنی قالب بندی رو هم ما باید به دست بیاریم. حالا برای قالب بندی چیکار می‌کنیم؟ دقیقاً قالب بندی برعکس هزینه اجرای سقف هستش. توی قالب بندی ما باید محیط رو به دست بیاریم. ما محیط اون محدوده‌ای رو که می‌خوایم قالب بندی بکنیم برامون مهم هستش. خب ما محیط مستطیل رو چجوری به دست میاریم؟ برای محیط می اومدیم طول و عرض رو با هم جمع می زدیم و ضرب در 2 می کردیم. خب طول و عرض رو که ما داریم، تو صورت سوال بهمون گفتن طول 5 متر، عرض هم 3 متر و ضرب در 2 می کنیم و محیط در واقع اتاق رو به دست میاریم. و نکته‌ای که هست این که ما حتما برای محاسبه قالب بندی باید ارتفاع سقف رو هم درش ضرب بکنیم. حالا برای پیدا کردن ارتفاع سقف ما چیکار می‌کنیم؟ دوباره میتونیم به صورت سوال مراجعه بکنیم که گفته شده 30 سانتی متر. به اضافه اینکه ببینید توی این تصویر الان شما فرض بکنید ما یک خط برش رو از این سمت روی این دیوار در واقع اعمال کردیم یا روی این سقف اعمال کردیم. خب چیزی که مشخص میشه طبیعتا فقط ارتفاع ضخامت سقف هستش که این رو هم اگر توی در واقع تصویر به صورت دیتیل به ما بدن و یا به صورت عدد توی صورت سوال بدن، هر دو برای ما قابل تشخیص هستش. پس ما محیط رو ضرب در ارتفاع میکنیم، جوابی رو که به دست میاریم به صورت کامل مساحت قالب بندی برای ما تعیین کرده. بعد از اون ما کافی هستش که عدد به دست اومده رو در هزینه ضرب بکنیم. اما هزینه قالب بندی رو ما از کجا باید به دست بیاریم؟ هزینه قالب بندی مربوط میشه به درس مبحث قالب بندی که جدول شماره 5 صفحه 29 کتاب اگر مراجعه بکنید درس قالب بندی هستش و تمام هزینه ها توی اون قسمت یادداشت کرده شده. ما عدد مورد نظرمون یا قیمت مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم، ضرب در مساحت قالب بندی میکنیم و جوابی که به دست میاریم هزینه قالب بندی هستش. پس ما به این ترتیب ما تونستیم الان هزینه اجرای یک سقف بتونی رو به دست بیاریم و همچنین هزینه یک قالب بندی که مربوط به همون فضا هست رو محاسبه بکنیم. هر دو در واقع فقط یک مرحله و خیلی راحت بوده که مساحت و یکی محیط رو باید در ارتفاع می‌کردیم و بعدش هم که هزینه ها رو از توی جدول مربوطه مشخص می‌کردیم. سایر مسئله هایی هم که مرتبط با همین مبحث باشن به همین ترتیب حل میشن. ممنون از زمانی که برای این ویدیو گذاشتید. امیدوارم که مفید بوده باشه.